سریال کمدی و نوستالژیک خانه به دوش. در این ویدیو یادی میکنیم از هنرمندان عزیزی که توی این سریال بازی کردن ولی الان دیگه در بینمون نیستن. میخوایم یاد و خاطرشون رو زنده نگه داریم. پس حتما تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. اما قبل از اینکه ادامه بدیم لطفاً همین الان تا یادتون نرفته برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما زودتر با خبر بشید. زنده یاد محمود بهرامی عزیز در نقش ارشیا از کارکنان کارگاه کفاشی. این هنرمند عزیز که توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود دنیا مال خوشگلا و پولداراست. ما به دنیا اومدیم که استادیوم بدون تماشاگر نباشه. متولد 14 خرداد سال 1316 در تویسرکان همدان بودند. در آثار دیگه ای مثل صمد به مدرسه می رود، اسرار گنج، در جنی و زن بابا هم حضور داشتند. در 15 تیر سال 89 به علت عفونت ریوی در سن 73 سالگی فوت کردند. زنده یاد پروین میکده عزیز مستخدم خونه اصلان با جناق پرحاشیه آقا ماشالله متولد 5 اسفند سال 1314 در تهران بودند. ایشون در سریال‌های خوشنشین‌ها، مدرسه مادر بزرگا و متهم گریخت هم بازی کردند. در 19 اسفند سال 92 به علت بیماری سرطان کبد در سن 78 سالگی متاسفانه درگذشتند. زنده یاد رضا نظری عزیز بازیگر نقش ابیش یا ابی که توی مسافرخونه کار می‌کرد. این بازیگر اهل بندر انزلی و متولد 9 تیر ماه سال 1355 بودند و در 3 دی سال 99 توی سن 44 سالگی به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشتند. زنده یاد حسین شهاب صاحب همون مسافرخونه متولد 17 بهمن سال 1325 در تهران بودند. ایشون که کشتی کجکار هم بودند در سریال های زیر آسمان شهر، هزار دستان و کوچه عقاقیا هم حضور داشتند. در 28 اردیبهشت سال 97 در سن 71 سالگی به علت مشکلات کلیوی و نارسایی کبد درگذشتند. زنده یاد سید جلال طباطبایی همون آقا هاشم سبزی فروش آش معروف پشت پای سفر مالزی آقا ماشالله متولد سال 1329 در تهران بودند. ایشون در سریال هایی مثل شبهای برره، سفر سبز و بزنگاه هم حضور داشتند و در سن 70 سالگی در 22 تیر سال 99 به علت سکته قلبی درگذشتند. زنده یاد سعید نوراللهی همون حاجی صاحب کارگاه کفاشی متولد 1/1330 در سراب بودند. در فیلم هایی مثل مارمولک، لیلی با من است، ساخت ایران 2 و متهم گریخت از دیگر آثاری بودند که ایشون در اونها نقش آفرینی کرده بودند و در نهایت در 6 اردیبهشت سال 1398 در سن 68 سالگی بر اثر سکته مغزی درگذشتند. زنده یاد محرم بسیم در نقش آقا کریم پیرمرد همسایه آقا ماشالله متولد 20 مرداد سال 1299 در باکو بودند. در سریال هایی مثل آژانس دوستی، پدر سالار و کت و شلوار خواستگاری هم بازی کرده بودند و در نهایت در 8 مهر سال 92 در سن 93 سالگی درگذشتند. زنده یاد ملیح نظری پیرزن بامزه همسایه آقا ماشالله متولد 18 آذر سال 1317 در تهران بودند و در سریال هایی مثل ستاره های سربی، پهلوانان نمیمیرند هم حضور داشتند و در نهایت در 19 اسفند سال 84 یعنی 1 سال بعد از ساخت و پخش سریال به علت عارضه مغزی در سن 67 سالگی درگذشتند. و زنده یاد رضا عارفان یزدی در نقش قصاب محل و طلبکار آقا ماشالله متولد سال 1315 در تهران بودند و در سریال هایی مثل کمال الملک، امیر ارسلان نامدار و مراد برقی هم حضور داشتند و در نهایت در 5 آذر سال 89 به علت نارسایی قلبی درگذشتند.
ممنون که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو روشن کنید تا از ویدیوهای جدید دنیای سلبریتی ها با خبر بشید.